نبای. سلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله. کجا نازه خوبه؟ سلامت باشه. یه سوال داشتم. میشنوم. صفت ذاتی از فعلی خداوند هم کم ترک روشن میانداخته. سلامت باشه، سلامت باشه. اهل سنت و جماعت عقیده دارن، علمای اهل سنت و جماعت که خداوند دارای صفات‌های ذاتی و فعلی دارد. خداوند جل و علا صفات‌های ذاتی و فعلی دارد. مثلا حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، اراده و تکوین یا از جمله صفات‌های ذاتی خدای تعالی است. و تعریف صفت ذاتی خداوند جل و علا را علما بیان میکند که هر صفتی که خداوند را بر ضد آن صفت وصف کرده نشود او صفت ذاتی است و هر صفتی که خداوند را بر ضد آن وصف کرده شود او صفت فعلی است. مثلا صفات های فعلی خداوند جل و علا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب خود بیان میکند که و عمل فعلیت و التخلیق و الترزیق و الانشاء و الابداع و صنع و غیر ذلك من الصفات الفعلیه و غیر ذلك افتاد اشارت صفات های خداوند جل و علا بسیار خلق کردن، رزق دادن، پیدا کردن، صورت بستن، غضب کردن، انشاء، اماتت، تصویر، همه اینها صفات های فعلی خداوند جل و علا. یعنی هر صفتی که خداوند را بر ضد آن وصف کرده نشود او را صفت ذاتی گفته می شود. مثلا صفت ذاتی حیات گفتیم، ضد او چیه؟ موت. خدای تعالی را با موت صفت کرده نمی شود. حیات خداوند جل و علا ابدی، ابتدا و انتها نداره. یا قدرت خداوند جل و علا مطلق خدای تعالی قادر، خداوند جل و علا را با ناتوانی صفت کرده نمی شود. خداوند جل و علا علمش چی است؟ علمش ازلی است. خدای تعالی عالم است و علم صفت علمش و خداوند جل و علا علم داره. خدای تعالی با جاهلی صفت کرده نمی شود. خدای تعالی متکلم کلام صفت داره. خدای تعالی با گنگی صفت کرده نمی شود. خدای تعالی سمیع است، شنوا است، با صفت سمعش خدای تعالی را با ناشنوایی صفت کرده نمی شود. خدای تعالی بصیر است، با صفت بصرش خدای تعالی را با بینایی صفت کرده نمی شود. یعنی گفتیم که هر صفتی که خداوند را بر ضد آن وصف کرده نشود او را صفت ذاتی میگن. صفت فعلی هر صفتی که خداوند را بر ضد آن وصف کرده شود، مثلا خلق کردن، خلق نکردن، رزق دادن، رزق ندادن. خانه مثلا میگه که رزق لفلان مالا و لم یرزق لفلان مالا، رزق لفلان علما و لم یرزق لفلان علما گفته بیان میکنه. نسبتی دادن ندادن، رزق کردن ندادن همه را صفتی فعلی میگه. برادر عزیز درباره حضرت امام نووی رحمت الله علیه که شارح صحیح مسلم در جلد 5 در صفحه 24 نقل کرده است که از قاضی عیاض مالکی گفته است که بین همه مسلمین اعم از فقها، محدثین، متکلمین و مقلدین خلاف نیست که ظواهر وارده و ذکر خداوند که در کلمه فی السماء اومده در سوره ملک آیه 16 و مانندش و مانند با ظاهری، یعنی هر آیت های متشابهی که مثال که اومده است الرحمن علی العرش استوى یا که ید الله فوق ایدیهم یا که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، خلاصه همه آیت هایی که ظاهرشون برای خداوند جل و علا اندام و اجزا ثابت میکند ظاهرشون نیست بلکه تعبیر کرده. بر همین اعتقاد بودن که پیشوایان اسلام الجوزی حنبلی در کتابش مدهش بیان میکند.